سلام، خوش اومدید به معرفی یکی از محصولات حرفه‌ای برند دایناپرو. اینجا با میکسر صوتی دایناپرو X6 روبرو هستیم. یک میکسر 6 کاناله با امکانات کامل برای ضبط و اجرای زنده. حال بیایید نگاهی دقیق تر بندازیم به امکانات این میکسر قدرتمند. میکسر X6 دارای 6 ورودی مستقل برای اتصال میکروفون‌ها و تجهیزات صوتی مختلفه. هر کانال به صورت مجزا قابل تنظیمه. در بخش بالایی هر کانال ورودی XLR قرار داره. این ورودی مخصوص میکروفون‌های حرفه‌ای به ویژه میکروفون‌های کاندنسر و داینامیک طراحی شده. در پایین هر کانال ورودی TRS یا لاین این قرار گرفته. برای اتصال منابع لاین مانند کیبورد، درام الکترونیک، پلیر یا حتی کارت صدا. ورودی XLR سیگنال ضعیف میکروفون رو دریافت میکنه و نیاز به تقویت داره. اما ورودی لاین سیگنال قوی تری داره و مستقیما به پردازشگر صوتی منتقل میشه. هر کانال به یک کنترل گین مجهزه. با این ولوم میتونید شدت ورودی سیگنال رو قبل از پردازش تنظیم کنید تا صدای شفاف بدون نویز یا دیستورت داشته باشید. در زیر هر ورودی 3 ولوم برای تنظیم تون صدا وجود داره که بهشون EQ یا اکولایزر گفته میشه. ولوم های فرکانس های بالای صدا رو کنترل میکنه، مثل صدای هیس مانند، سوت یا تنین سازهای کوبه‌ای سبک. بالا بردن اون صدا رو روشن‌تر میکنه. ولوم میدل به فرکانس های میانی مربوطه. این بخش مهمترین نقش رو در وضوح و حضور صدا به ویژه در وکال یا سازهای آکوستیک داره. در نهایت ولوم لو وظیفه کنترل فرکانس های پایین رو داره، مثل صدای باس، کیک درام یا صداهای بم. تنظیم درستش قدرت و حجم صدا رو تقویت میکنه. در ادامه تنظیمات هر کانال به 2 کنترل مهم میرسیم، آیوکس و پن، که در کنترل مسیر سیگنال و جایگیری صدا در استریو نقش دارن. ولوم آیوکس برای ارسال بخشی از صدای هر کانال به یک مسیر جانبی طراحی شده. از این مسیر میتونید برای افکت ها یا مانیتورهای صحنه استفاده کنید. در کنار ولوم آیوکس کلید آیوکس FX وجود داره. این کلید مسیر ارسال آیوکس رو تعیین میکنه. اگه این کلید فشرده بشه، آیوکس به افکت دیجیتال داخلی میکسر متصل میشه. اما اگر کلید آزاد باشه، سیگنال مستقیما از خروجی آیوکس اوت به مانیتور یا افکت های خارجی ارسال میشه. ولوم پن جای صدای هر کانال رو در میدان استریو مشخص میکنه. مثلا میتونید گیتار رو کمی به چپ، کیبورد رو به راست و وکال رو در مرکز قرار بدید. ترکیب درست آیوکس، کلید آیوکس FX و پن به شما کنترل کاملی روی ارسال سیگنال، افکت دهی و جایگیری صدا میده برای یک اجرای زنده یا ضبط حرفه‌ای. این قابلیت به میکس شما بعد و عمق میده و باعث میشه شنونده احساس و حضور طبیعی تری داشته باشه. میکسر X6 به یک پردازشگر افکت دیجیتال داخلی مجهزه که به شما امکان میده صدای هر کانال رو با افکت‌های متنوع حرفه‌ای پردازش کنید. با استفاده از ولوم چرخشی پروگرام میتونید بین افکت‌های مختلف جابجا بشید. عدد نمایش داده شده روی نمایشگر شماره برنامه افکت فعلی رو نشون میده و با کلیک کردن روی ولوم چرخشی افکت مورد نظر رو اجرا کنید. افکت‌های موجود شامل ریورب، اکو، کورس، هال و افکت‌های ترکیبی هستند برای هر سبک موسیقی یا اجرای زنده مناسب. بعد از انتخاب افکت با استفاده از ولوم FX مقدار کلی برگشت افکت به خروجی اصلی رو تنظیم می‌کنید. یادآوری کنیم که فقط کانال هایی که ولوم آیوکس اونها فعال شده باشه و کلید آیوکس FX روی حالت FX روشن باشه وارد این مسیر افکت میشن. در پایین سمت راست میکسر ولوم های لفت رایت کنترل حجم صدای خروجی اصلی از میکسر به بلندگوها یا سیستم صوتی رو بر عهده دارن. خروجی های اصلی معمولاً به صورت XLR متقارن یا TRS طراحی شدن برای اتصال به اسپیکرهای اکتیو یا پاور آمپلیفایر. برای مانیتورینگ دقیق در حین اجرا یا ضبط از خروجی هدفون استفاده کنید. با ولوم فون میتونید حجم صدای هدفون رو مستقل از صدای خروجی تنظیم کنید.
میکسر X6 قابلیت ضبط مستقیم روی USB رو هم داره. فقط کافیه فلش مموری وصل کنید و با فشردن یک دکمه اجرای زنده یا تمرینتون رو ذخیره کنید. میکسر X6 به یک پخش کننده دیجیتال داخلی مجهزه که امکان پخش مستقیم موسیقی از فلش USB یا بلوتوث را فراهم میکنه. با اتصال فلش مموری حاوی فایل‌های MP3 میتونید به سادگی موسیقی مورد نظر رو اجرا کنید. کنترل‌هایی مثل پخش، توقف، رد کردن و تکرار در دسترستونه. برای اتصال بلوتوث دکمه مود رو فشار بدید تا وارد حالت پیر بشه. بعد از اتصال میتونید موزیک رو مستقیما از روی موبایل یا لپتاپ پخش کنید. میزان صدای پخش از USB یا بلوتوث با ولوم مشخصی در پنل کنترل میشه تا بتونید تعادل اون با سایر کانال ها رو تنظیم کنید. این قابلیت برای پخش بک‌ترک در اجرا یا تمرین با موسیقی زمینه بسیار مفیده. و در نهایت پنل خروجی ها در قسمت بالا سمت راست دستگاه قرار دارند که شامل خروجی اصلی، خروجی هدفون و خروجی آیوکس. برای کسب اطلاعات بیشتر به نمایندگان معتبر دایناپرو در سراسر کشور مراجعه کنید. لیست نمایندگی ها در وبسایت رسمی ما به نشانی dyna_pro.ir موجود است. با جرأت انتخاب کن، با اشتیاق زندگی کن.